سلام بچه‌ها، به یه ویدیو دیگه با من خیلی خوش اومدین. من خیلی یهویی تصمیم گرفتم تو ماشین در حالی که منتظر دوستم تا بیاد و بریم کافه براتون این ویدیو رو ضبط کنم. چرا؟ چون سوال خیلی هست که هزینه‌های دوران بارداری چقدره؟ آیا اونقدری کم هست که ما بدون فکر کردن به این هزینه‌ها وارد این پروسه بشیم و نگرانش نباشیم یا دغدغه‌ای در موردش نداشته باشیم؟ واقعا دوست دارم بهتون امیدواری بدم و اینم بگم که این ویدیو رو نگرفتم که شما رو بترسونم یا حالا هر چیز دیگه، ولی متاسفانه اینجوری نیست و باید بدونید که هزینه‌های دوران بارداری الان خیلی زیاد شده. آزمایش‌هایی که لازمه انجام بدیم واقعا هزینه‌هاشون به خصوص توی سال جدید واقعا بالا رفته و شما از قبل باید اطلاعاتی در این مورد داشته باشین و آمادگی لازم مقابله با این هزینه‌ها رو هم داشته باشین. من توی هفته 20 بارداریم و فقط تا اینجا رو میتونم بهتون کمک کنم و بگم هزینه‌ها برای من چجوری بوده. اینم بگم من یه بارداری نرمال داشتم تا الان، خدا رو شکر، و به خاطر همین هزینه‌های اضافی نداشتم. یعنی سونوهایی رو انجام دادم که باید هممون انجام بدیم و آزمایش‌هایی هم انجام دادم که همه انجام میدن و به مشکلی بر نخوردم که لازم بشه سونوی آزمایش اضافه تایی رو انجام بدم. ولی اگه اطلاعاتی در اون موردم داشته باشم در طول ویدیو که دارم از همون اول هزینه‌ها رو بهتون میگم، اونا رو هم بهتون میگم. خب حالا شروع کنیم. شما زمانی که متوجه میشین که باردار هستین، اصولا با بیبی چک یا حالا با هر آزمایش خون دیگه‌ای، همون اول که یه آزمایش خون بتا میدید که خب بتاتون اگه از 25 معمولا بالاتر باشه یعنی آزمایش شما مثبته و حالا هر چی که بالاتر باشه میتونین مطمئن‌تر به این باشید که شما الان حامله هستید. و این آزمایش خیلی هزینه خاصی نداره، فکر میکنم زیر 100 تومن بود هزینه‌اش، خیلی ازش گذشته، ولی هزینه زیادی رو براتون نداره. بعد از این مطمئنا میرید پیش ویزیت دکتر میشید. ویزیت دکتر تقریبا تا الان من 5 الی 6 بار ویزیت دکتر رفتم و قبل از اینکه سال جدید شروع بشه برای من 300 تومن بود و الان 350 تومنه. اما میدونم یه سری از دکترها کمی کمتر و یه سری از دکترها یکم بیشترن. میانگی از 250 تا 400 450 الان ویزیت هایی که شما برای هر بار مطب دکتر رفتن باید پرداخت بکنید. پس یه 350 هم اینجا برای ویزیت دکتر میدید. معمولا وقتی که میرید دکتر به شما میگن از هفته 8 بارداری به بعد باید برید و آزمایش سونوگرافی انجام بدید برای صدای قلب جنین که قلب جنین تشکیل شده باشه. اونم یه سونوگرافی عادیه و موقعی که من رفتم حدود 400 تومن بود، ولی الان توی سال جدید احتمال میدم حدود 500 600 حتی باشه و بستگی به این هم dare که شما کجا میرید اون سونوگرافی رو انجام میدید. اگه جایی باشه که خصوصیه و حالا کلینیک های خصوصی برید انجام بدید خب گرونتره، اما جاهای دولتی، بیمارستان های دولتی معمولا ارزون ترن. اما میانگین که بهتون میگم 400 تا 500 600 تومن الان باید هزینه سونوگرافی باشه برای شنیدن قلب جنین که اگر همون بار این صدای جنین رو شنیدید که تموم میشه و دوباره باید ویزیت دکتر برید، بهتون ویتامین ها و شرایطی که باید رعایت کنید رو بگه و اگر هم متاسفانه صدای قلب جنین رو نشنیدید احتمالاً بهتون میگن 2 هفته تا 3 هفته آینده برید و این آزمایش رو تکرار بکنید که دوباره باید هزینه سونوگرافی بگید که برای من با همون دفعه اول انجام شد. ویتامین هایی که دکترها براتون مینویسن به طور میانگین شما ماهیانه بین 300 400 تا 700 600 700 800 بسته به این که از قرصای خارجی یا قرصای ایرانی استفاده کنید شما باید مبلغ هزینه کنید برای ویتامین هاتون و حالا قرص های برای تهوعتون، برای معدتون اگر ترش میکنید و یا هر چیز دیگه ای به اینا اضافه میشه و من حدوداً خودم ماهای اول 400 500 بود، الانم همون 500 600 حدوداً، ولی میگم فکر شنیدم کسایی هستن از اطرافیان خودم که تا 1 میلیون تومان هم هزینه ویتامین دادن و از قرصای خوب خارجی احتمالاً استفاده کردن یا قرصای بیشتری دکترشون برشون نوشتن. اما دکتر من و قرصایی که من مصرف کردم هر ماه حدوداً 400 500 تومان تا 600 تومان هزینه ویتامین ها بوده که باید تهیه می‌کردم و مصرف می‌کردم. شما سونوگرافی مهم دیگه ای فعلا ندارید تا غربالگری اول که توی هفته 12 باید بدون انجام بدید و دوباره بعد از اون ویزیت دکتر میخواد که هم مبلغش رو بهتون گفتم. حالا سونوگرافی انتی یا همون غربالگری اول هزینه‌اش چجوریه؟ تشکیل میشه از یه سونوی عادی که باید برید و با دستگاه دکتر معاینتون کنه و یه دونه آزمایش خون که جوابش رو تقریبا 2-3 روز تا 1-2 هفته بعد بهتون میدن. و آزمایش خون برای من توی سال گذشته بود چون که 800 خورده شد
من سونوگرافیش هم 1 تومن، یعنی با هم دیگه شد 1,800 900 و الان فکر میکنم بین 2 تا 2.5 هزینه غربالگری اولتونه که انجام میدین، اختیاریه ولی میدونم 99% انجام میدیم و به نظر منم حتما انجامش بدین. غربالگری اولی که انجام دادید جوابش که اومد میرید پیش دکتر و دوباره معاینه میشید و اگر مشکل دیگه ای نداشته باشید نیاز به آزمایش و سونوی دیگه ای نیست تا غربالگری دوم. اگر خدا رو شکر غربالگری اولتون اوکی بود و مشکلی نداشت که میرید برای غربالگری دوم. اما اگر توی غربالگری اول برای شما احتمال سندروم دادن یا ریسک زدن، حالا متوسط یا بالا، دکتر ازتون میخواد که بنابر اون میزان ریسکی که دارید یا سلفری انجام بدید یا آمینوسنتز، که من نداشتم ولی میدونم سلفری، حالا آمینوسنتز رو واقعا اطلاعی ندارم، اما سلفری اگه بخواید انجام بدین 6 تا 8 میلیون تومان هزینه اونه و اگر ریسک داشته باشید که اجباریه، ولی اگه نداشته باشید اختیاریه و توی اون هم جنسیت قطعی جنین، احتمال نه دیگه، غیر گفته میشه جنسیت قطعی جنین، اما توی خود انتی یعنی سونوی عادیش به شما احتمال میدن، مثلا بین 70 تا 90% احتمال میدن که فرزند شما دختر یا پسر و نمیتونید بهش اعتماد کنید، بعد واسه تا آنومالی یا برید جدا سونوی تعیین جنسیت. بین غربالگری اول و دوم سونوی اجباری دیگه ای ندارید مگر اینکه خودتون توی هفته 16 17 قبل از آنومالی بخواید زودتر برید سونوی تعیین جنسیت انجام بدین برای جنسیت فرزندتون که اونم حدودا 500 600 تومانه، چون یک سونوی عادیه و خیلی هزینه زیادی نداره. اما بعد از اون میرسیم به آنومالی یعنی غربالگری دوم که یکی از مهمترین سونوگرافی‌ها و گرونتریناشونه و حدودا بین 1,900 تا 2.5 هزینهش میشه، بستگی داره که کجا اونم برید. من 1,900 رفتم، زیر اونم هست، یعنی 1,400 500 هم پیدا میشه، ولی سعی کنید اینا رو جاهای معتبر و جای خوبی برین چون هزینه‌هاشون 300 400 تا هم با هم اختلاف داره، ولی به نظر من میارزه که جاهای بهتری برای سونوشون برید و اینجا بهتون جنسیت قطعی جنین رو میگن و همینطور جراتون چک میکنن که همه اجزای جنین، همه اندامهاش درست باشه، تشکیل شده باشه و هیچ مشکلی جنین شما رو تهدید نکنه. اگر خدا رو شکر اینجا هم مشکلی نباشه، شما غربالگری دومتون رو تو هفته 18 میدین و تموم میشه و دوباره باید ویزیت دکتر بشید و اونجا دوباره ویزیت دکتر رو بدید تا براتون اون سونو رو چک بکنه. اگر کار خاصی لازمه انجام بدید، شرایط خاصی رو باید رعایت کنید، بهتون بگه و داروها و ویتامین‌های جدیدتون رو بنویسه و شما دوباره برید بر اساس اون هزینه‌ای که گفتم اون ویتامینا رو بگیرید که من اینا رو 2-3 روز پیش انجام دادم، یعنی بعد از آنومالی بردم و بعد از اون الان دکتر برای من یه دونه آزمایش خون نوشته که توی هفته 24 و راستش بخواید هزینه اون رو اصلا نمیدونم چون هنوز خودم نرفتم. اما اگه از این جور ویدیوها خوشتون میاد حتما برام کامنت بذارید که من همینجوری بعد از چند وقت دوباره بیام مراحل و هزینه ها رو براتون توضیح بدم و یا اگر به طور کلی سوالی در مورد هر کدوم از این مراحل، هزینه ها و توضیحاتی در موردشون نیاز داشتید بهم بگید که من اونا رو هم براتون کامل توضیح بدم و جواب سوالاتتون رو حتما یا میدم توی کامنت ها، یا اگه خیلی سوالاتون زیاد بود که یه ویدیوی دیگه میگیرم و براتون همش رو توضیح میدم. مرسی که این ویدیو رو تا اینجا نگاه کردین. خیلی خوشحالم که بتونم بهتون ذره کمک کرده باشم. امیدوارم که همه هزینه‌ها رو گفته باشم. اگر هزینه‌ای مونده باشه در طول ویدیو توی ادیت براتون مینویسم روی صفحه. تا یه ویدیوی دیگه، فعلا خداحافظ.